با طلوعت ماه رمضان شد بغض‌هایش را اتو و همه جایش را دور دوز می‌کردند. تسکین دل است ماه سیام. ما مدت 1 سال میشه که در این برند کار میکنیم در بخش خیاطی بافت. مهمان خدا شده ای دعوت به مهمانی بیا. در حیات خانه ما لانه برای پرنده ها می ساختیم. لباس ها و کفش های سایز بزرگتر را می پوشیدیم و می خندیدیم. عطر ماه رمضان شکر شکر خدای مهربان. ماه تسکین دل است ماه سیام. گرز دل باشد تراویح و قیام. ما مدت 1 سال میشه که در این برند کار میکنیم در بخش خیاطی بافت و خیلی چیزا هم از این آموختیم و خیلی خوشحال هستم که امروز فارغ شدم. آثار هنری ما بیشتر است، یعنی در این مدت 2 سال تقریبا شاید بیشتر از 30 یا 35 تابلو داشته باشم. کاش روزگار را خیاط ها می نوشتند. روزهای خوبش را بلند می دوختند، دلتنگی هایش را درس می گرفتند، رویش را خنده‌دوزی می کردند، بغض‌هایش را اتو و همه جایش را دور دوز می کردند که 1 عمر بپوشی و آه هم نگویند. تمامش را 1 رو آنقدر با دقت و تمیز می دوختند که بر تن بنشیند و بدل خواه باشد. فراغتتان مبارک بانوان نترس سرزمینم. خیلی افتخار میکنم و خیلی خوشحال هستم از اینکه در مجلس امروزی حضور دارم و با شما هم کلام هستم. در قدم نخست اجازه بدین ما ابراز امتنان و سپاسگزاری داشته باشم از حسنا جان رؤوفی، مسئول برند رای دانش، به خاطر زحماتش و به خاطر کارکردهایش که به خاطر بانوای افغانستان انجام میده. واقعا زحمات حسنا جان رؤوفی قابل قدر و تحسین است. در شرایط کنونی گام میبرداره و با بانوها هم قدم میشه و اونا را حمایت میکنه. خیلی دوست دارم که سخنرانی امروز خود آغاز کنم با یک شعری که خیلی دوستش دارم و یک شعری که بسیار پرمعناست. میگم من اگر روزی شود نقاش این دنیا شوم، این جهان را حاری از هر غصه و غم میکشم. بحر دلها مهربانی، بیقراری، یکدلی، هر گلی را در کنار شاخه گل می کشم. اندر این دنیا کسی بر کس ندارد برتری، من غنی را با فقیر یک جا و یکسان می کشم. زشت و زیبا خالق و پروردگار ما یکیست، زشت و زیبا خالق و پروردگار ما یکیست، زشت و زیبا پیش هم اما انسان می کشم. هر کجا قلب شکست ما بی تفاوت بوده ایم، آری آری بحر دلهای شکسته نیز درمان می کشم. من در این دنیا تمام مردمش را بیدرنگ، با تن سالم لب خندان خرامان می کشم. ما امروز در محفل امروزی ایره درک کردم که بانوایی که متحد هستند، بانوایی که اتحاد دارند، بانوایی که همدیگه خود پذیرفتن میتونن به هر چیزی که آرزو دارن برسن. امیدوار هستم در افغانستان ما همچنین شاهد برگزاری مجالس مثل مجلس امروزی باشیم، شاهد بانوایی باشیم که با وجود چالش ها، با وجود دغدغه ها و با وجود مشکلاتی که فرارویشان قرار داره گام میبردارن، ترس ندارن و استاد میشن و کار میکنن. من از همه بانوایی که اینجا حضور دارن خواهش میکنم که همچنان ادامه بدن، تلاش بکنن، کار بکنن و به خاطر موفقیتی که میخواین اراده داشته باشن تا به او برسن. و بسیار خوب است که ما به خاطر رسیدن به اهدافی که داریم همبستگی داشته باشیم، اتحاد داشته باشیم، تعهد داشته باشیم و هم دیگر پذیری داشته باشیم. پیام ما از همین استیج امروز بر تمام مردم افغانستان و بر تمام بانوان افغانستان، بر تمام مردان افغانستان این است که
بیاین هم دیگر پذیری را پیشه بکنیم. قرار نیست در یک جامعه همگی همسان با ما باشند، قرار نیست همگی هم جنس ما باشند، قرار نیست همگی هم فکر و هم اعتقاد ما باشند. بیاین هم دیگر پذیری را پیشه کنیم تا بتانیم یک افغانستان عاری از تبعیض جنسیتی، تبعیض قومی و هر تبعیض دیگه داشته باشیم. بسیار تشکر. به یقین جای افتخار است که امروز فراغتی از خواهران و یا از بانوان ما هست که اینا کارآفرینی کردین و کار آموختین و میتونن که بعد از این خودشان کارفرما شوند و خودشان کارفرمایی بکنن. به یقین در تمام دنیا هر خواهر و هر برادر میتونه که توانایی‌هایش در کار ببره و از اون استفاده بکنه و به خود و برای فامیل خود شرایط خوب زندگی را مساعد بسازه. در این شک نیست که الحمدلله کشور ما و شما یک کشور اسلامی هست با در نظر داشته حجاب اسلامی، مقررات اسلامی و همچنان مقررات نافذه کشور ما بتانیم که به شغل خود، به کار خود و پیشه خود ادامه بدیم. با مراعات کردن حجاب اسلامی هر کاری را که ما به عنوان شغل پیش رو داریم در او انشالله هم خیر است و هم برکت است و هم ما میتونیم که از او مسیر لقمنانی به دست بیاریم و هم خود و هم خانواده خود تغذیه کنیم و همچنان برای دیگه خانواده ها، برای دیگه بانوها هم معذر خدمت شویم. ما از خواهرایی که در رأس این بنیاد کارآفرین هستند و اینا تانستین که تعداد زیادی از خواهرای ما را آموزش بدن و اینا را آماده به این بسازن که تا خود اینا بتانن به پای خود استاد شوند و خدمات انجام بدن. از اینا از آدرس سکتور خصوصی افغانستان سپاسگزاری و تشکری میکنم و براتان اطمینان میدیم که برادران شما اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان مانند یک برادر، مانند یک حامی شما در راستایی که مراعات همه مقررات شود هستیم و کوشش میکنیم آن چیزی را که اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان بتانه در عرصه تولیدات شما و در عرصه کار شما که شما با زحمت فراوان یعنی بر دستای خود زحمت میکشین، دست دوزی میکنین، بافندگی میکنین، نقاشی میکنین و سایر هنر کاری که داری در این راستا با شما همکاری کنیم. یک بار دیگه با او خواهران و بانوانی که امروز روز فراغتشان است مبارکباد میگیم و آرزو میکنیم که انشالله در تمام زندگیشان موفق بوده باشند و امورات کاریشان با خوب انجام بدن. ای که در نعمت و نازی به جهان غره مباش که محال است در این مرحله امکان خلود. و ای که در شدت فقری و پریشانی حال صبر کن که این 2-3 روزی به سرایت معدود. خاک راهی که بر او میگذری ساکن باش که عیون است و جفون است و خدود است و حدود. قیمت خود بناهی و ملاهی مشکن گرت ایمان درست است بر روزی موعود. کرمش نامتناهی نعمش بی پایان هیچ خواهنده از این در نرود بی منصور. سلام و درود نثار تک تک از اوزار گرامی و خوشحال هستم که امروز در این جمع در کنار شما حضور دارم. اولتر از همه به کارآموزان عزیز که دوره آموزشی را سپری کردند و در این جایگاه قرار دارند تبریک و تهنیت عرض میکنم این موفقیت را. کودک که بودم دنیا زیباتر و آزادتر بود. تمام دغدغه می بود که به بهانه شتابان ظرف شستن
برم به مادرم بگویم که برم اجازه بده تا برم بیرون از خانه و با همسن و سالانم با اسکیل سواری کنم و 7 سنگی بزنیم. با بسیار اشتیاق منتظر آخر ماه میماندم که وعدهش را برام میدادن تا چیز را که میخوایم برام بخرم و در او زمان به دست آوردن او چیزها واقعا لذت بخش بود. در همون سالها یاد گرفتم که باید منتظر ماند. هر آن چیز را که میخریدم با برادرم قسمت میکردم. در حیاط خانه ما لانه برای پرنده ها میساختیم. لباس ها و کفش های سایز بزرگتر را میپوشیدیم و میخندیدیم. خرد که بودم عرف و عنعنات را سخت‌تر میفهمیدم ولی آسانتر قبولشان میکردم. یادم است همه این خوشی ها روزی به سرم آوار شد که گفتن دیگر نمیتونی بری به کوچه و بازی کنید. پاسخشان به این سوالم که چرا برادرم میتونه و من نمیتونم این بود که او یک پسر است. روزها از پشت پنجره بچه های را میدیدم که بیخیال بازی میکنن، لذت میبرن و میخندن. حتی روزها در سرم این فکر بود که منش پسرانه داشته باشم تا این جد از سرم دور شود. بزرگتر که شدم همه چیز تغییر کرد. به اندازه که دنیا در او زمان زیبا بود حال زیباتر نیست. با اسکیل سواری نمی کنم و سنگ را به کلی فراموش کردیم. همه ما تاریخ های را خواندیم که پر از درد بودن، ولی در این میان شاهد دخترانی بودیم که دست بر سر زانوهایشان گذاشتن و بلند شدن. دخترانی که معلم شدن، دخترانی که دکتر شدن، انجینیر شدن، نقاش شدن، دخترانی که لباس می دوزن، دخترانی که می بافن، دخترانی که خواندن. در این میان دخترانی را دیدم که پله ها را فتح کردن، دخترانی را دیدم که پرواز کردن و دخترانی که پرواز کردن. بزرگتر که شدم بعد خوب عرف و عنعنات را بهتر فهمیدم ولی سخت‌تر قبولشان کردم. ولی در این میان من هنوز هم از دختر بودنم راضی هستم. تشکر. در ماه رمضان شکر شکر خدای مهربان، ماه تسکین دل است، ماه صیام گرز دل باشد تراویح